سلام و درود بچه ها، چطوری چیکار میکنین عشقا؟ چند وقتی حالا سر این قضیه امتحانات فعالیت و اینا نداشتیم آنچنانی و زیاد نبودیم. همین که یه چند وقتی هم که ما نبودیم چقدر تغییرات ایجاد شده واقعا تو گیم. عجیبه. من حتی اینجا داشته باشیم اون موقع که AK47 اومده بود حتی AK هم گرفته بودم ویدیوشو، اما نذاشتم، یعنی اصلا کلا ویدیوشو وایرال نکردم. حالا اینکه اومدیم همین که یکم با هم صحبت کنیم، هم که بگم من یه برگشت طوفانی وار زدیم، یه حرکت پلنگی هایی میخوایم بزنیم تو ذهنمونه که نه راست میگی. عجب. یکیش از اینه که دوباره کانال رو اوکی کنی، کاستوم جایزه دارا قوی تر و پشت سر هم بذاریم، این که اگه بچه ها حمایت کنن خیلی هم بهتر میشه. خلاصه دیگه میتره کنیم با هم دیگه. و اینکه الان اومدیم تو این ویدیو XM8 رو بگیم. بچه ها من تو موقعم که نبودم ماشاءالله گارنا پیشرفت چشمگیری اومده برداشته که سوپر وی آی پی هم بچه ها گفتن که دیگه زرد حذف کرده، کلا اصلا سوپر وی آی پی هم دیگه انگار نیست که هیچ. حالا حداقل اگه مای 2-3 کا میتونستم به چهار مردم از این خورده تازه میداد، شبی نمیدونم 100 تا جم اینا اوکی کنم میکشم بیرون، 70 تا جم الان دیگه همون هم نمیشه، کلا به چخ داد ماهان و اینا که اصلا نگم اوضاع جمی خیلی خیته. یه کاجم بخوای بزنی گارانا قشنگ، البته برای خودشون که فشار نیست، بگذاریم برای ما ایرانی هاست. حالا من میگم واقعا این وضعیت خدای کیلی، یه گیمر که میاد بازی کنه، گیمر ایرانی با چه مشکلاتی، از یه جا لگ از طرف پینگ تیرا میس میخوره و نمیدونم خطا میره، میبینی 10 تا خشاب خالی کردی رو طرف، تازه بعدش میبینی حالا یا اون افتاده یا تو دیگه، این که اصلا معلوم نیست. اینجا تو این گردونه که من XM8 چون اسکار بود و UMP اگه اشتباه نکنم با XM8 دوستان، من XM8 رو انتخاب کردم چون اکانتم هم XM8 نداشت. اومدیم که اینجا اسپین بزنیم برای XM8 یه چکش بکنیم و چقدر واقعا قشنگ، خیلی XM8. Oh my god. واو. خلاصه امیدوارم با 9 تا جم خلاصه بهمون بده، فشار وارد نکنه، چون واقعا الان چیز اوضاع جمی هم داغونه به خدا. همین یکا 600-700 که ما زدیم و کارنا پول خون پدرش ماشاءالله. بگذاریم بریم که اسپین اول رو داشته باشیم، تا همین اسپین اول بده دلقک بریم. بچه ها یه حرکت پلنگ جدید هم که قراره بزنیم که بیشتر ویدیوهامون رو دیگه اختصاص ندیم برای خرج کردن، همین که الان واقعا فشار از یه طرفی وارد کرده و بذار یه صفحه نه لمسم اصلا هیچ درصد، و همین که یکم فان و کاستومای فان مثلا بذاریم، ویدیوشو بگیریم، کاستوم جایزه دارای فان ویدیوشو بگیریم بذاریم، یا مثلا چالش بریم، اینا رو یکم بیشتر کنیم. حتی نه این دلغکتر از این حرف هست. به جمع آخر ما از این شانس ها نداریم. بیا این 300 تا سک خورد، خوب بده دیگه. بیا من که میدونم به اسپین آخر میکشه چون دلغکتر از این حرف هست، ولی خب این هم از XM8. واقعا چه XM8 خفنی حاجی. خدمه من کلا از گانا 2 خدمه خیلی خوشم میاد. حالا با هم دیگه اوکی میکنیم، تستش هم 2 تا لول آپ هم روش بزنیم، یکی بره 2. واقعا گارنا فشار گذاشته رو گیمراش خدای کی 60 هم که اینجا چی زارت. خب حالا اون تو آفر میشه اصلا اوکی کرد. بیا مایمون 92 تا جیم دیگه 92 تا بکن. خب حالا خود XM8 رو بذاریم بریم ترینینگ. 2 تا تیر سوسکم، فقط قابلیتاش چجوریه، چون دیگه ویدیوهای خرج کردنی الان جدیدن دیگه اونقدر همینم دیگه اونقدر بازی دمیج رو میبره. خلاصه 2 خط دمیج هم که هست اصلا سگیوار میزنه حاجی.
خلاصه ریلود اسپید چی میگم خدا اکل قاطی کردم. ریلود اسپید لول 1 واقعا خیلی پایینه، ریلودش یکم ضعیف. حالا اونش مشکلی نیست، ولی خب در کل واقعا گان قشنگه، مخصوصا دنس خود گان. خلاص حالا بذاریم و بریم ترینینگ ببینیم چیکار میکنیم. ولی خب خلاصه دیگه این گان چندم؟ پنجم میشه داره فکر کنم. آره پنجم این گان. خلاصه حاجی فشار رو گذاشته رو گیمراشی فری فایر دقیق. حالا این گارنا، حالا بریم اینو ترینینگ تست کنیم ببینیم چه جوری دیگه. بزنیم بریم لیتس گو. بله همکنون اینم XM8 که واقعا واجی چهری واقعا این خط دمیجی که چقدر واقعا الان تو استش چند تا 38 اوکی تو کار کش تو کار 28 تایی حاجی لول 4 برید. این واقعا XM8 سگزنی هدخوری هم که مدست و حاجی من اینقدر که چیز بزنم. خلاصه گان خیلی اوکیه. در مورد ویدیو هم که گفتم کاسو هم که آره گفتیم دیگه، ویدیوهایی که هم چالشی کنیم، حمایت کنید از ویدیو، چنل رو ساب کنید حتما و لینک کانال هم زیر این ویدیو دوباره میذارم. حتما چیز دیگه خودتون کشون جوین بدین که بهتره کنیم دیگه، هم کاسو ما رو باشین همین که کارا رو دنبال کنیم. کاستوم جایزه دور همچین واقعا بزنی عالی، 2 خط دمیج بشه دیگه چی بشه. خب دوستان ممنون که تا اینجای ویدیو همراه بودین، سپاس فراوان. یه درس قلبم بزنیم عشقای من این بچه ها. فعلا خدا نگهدار.